باز یک قسمت 4 زنجیرک می‌کنیم. در کوک اول نخنه می‌کنیم ما یک پای کوتاه می‌کنیم. در بین از این خانه ها وانده کنیم. سلام دوستای عزیز، به ویدیو جدید از عرفه کلکشن خوش آمدین. امروز این نمونه درخواستی شما عزیزان را می‌خواهیم آماده کنیم. امیدواریم قدم به قدم ما را همراهی کنین و با دقت ببینین تا واضح‌تر یاد بگیرین و بفهمین. اول نخوره بنمونم. دو زنجیرک کنیم. 4 کوک ساده مفیم. در بین هر کوک 2 زنجیرک فاصله مونیم. این 4 کوک باز یک قسمت 4 زنجیرک کنیم. باز 2 زنجیرک دیگه مونیم. یک کوک در پالوش مفیم. ماییم دیرای بعدی. در بین از این 4 زنجیرک یا بین خانه کلان 15 پای بلند مفیم. 4 15 باز یک پای کوتاه در سر کوک بعدی وصل مونیم. 2 زنجیرک مونیم. در سر کوک بعدی یک کوک وصل مونیم. یک پای کوتاه. باز میم روی بعدی 2 زنجیرک مونیم. سر کوک اولی یک پای بلند مفیم. بازم 2 زنجیرک. 2 زنجیرک مونیم. بازم امیر رقم یک کوک در فاصله میلیم بین هر کوک یا بین هر پای بلند. سر کوک دو میشه. باز یک پای بلند دیگه مفیم. امیر رقم باید 8 دانه را بافیم. در چند ویدیوی قبلی براتان گفته بودم که الگوهایی که جفته یعنی 2 را 4 6 8 این رقمه از کدام روی چادر بند کنین. الگوهایی که طاق رایشی او را از کدام روی چادر باید بند کنیم. کسایی که متوجه نشده داخل ویدیو منتظر باشین ما برایشون توضیح میدیم. از اون نمونه هایی که 6 را مورا یعنی جفته. باز یک قسمت که آمدیم دی را یک پای بلند سر از پای بلند قبلی مفیم. باز 2 پای بلند بین از خانه ها مفیم. در بین هر کدامشی 2 پای بلند مفیم. یک پای بلند سر پای بلند قبلی رای قبلی مفیم.
یعنی ای را تکمیل شد. یک کوکم در قسمت باصل مونیم. یک پای کوتاه میم رای بعدی. دوستان متوجه باشین که 6 رایه گفته دنبال دیشیم. در قسمت در سر هر کوک یک کوک پای کوتاه مفیم. توجه باشین، خوب دقت کنین نخز ما کمک رنگش تاریکه دیده نمشه. برای از این نمونه زنجیرک نمونیم. در سر هر کوک یک یک پای کوتاه مفیم. دیده نمشه باسانی. تمام از زیر آره میرخم پای کوتاه مفیم. باز زیر در چادر وصل مونیم. باز دو زنجیرک مونیم. یک کوک دیگه در پالوش مفیم. امروی بعدی یک قسمت متوجه باشین که باید یک خانگک جور کنیم. یک کوک بافتیم. باز دو زنجیرک مونیم. باز یک کوک دیگه در می خانه مفیم. این رقم می خانه جور مونیم. باز هم یک زنجیرک مونیم. دو کوک در وسط میلیم. باز هم می رقم در می خانه یک کوک دیگه مفیم. این رقم خانه جور مونیم. دوستا باید 8 تا از این پرشنه پورا کدی میره. در قسمت وصل مونیم. در بین از این خانه ها باندک مونیم. در بین از این خانه ها نخواهشیم اگر باریگه کم زیادتر کوک بفین تا این بغندکشیم برجسته ترش نه. باز این قسمت وقتی که خانه دوم را میخواین بغندکش بفین در اول دفعه نخوره نکرین تا این بغندکشیم جمع باید. دوستو در کوک اول نخ نمیگرم ما یک پای کوتاه مفهم.
این گول ما تکمیل شد دوستای عزیز. امیدوارم که یاد گرفته باشین. یک گول ما تکمیل شد. گولی دومی را وقت خواستین شروع کنیم امی رقم مثلی گول اول وری 4 کوک باید بافین. بین هر کوک 2 زنجیرک، 1 2 3 4. وقت 4 کوک را بافتیم 4 زنجیرک مونیم در قسمت. یه در فاصله کم دورتر باز یک کوک مفیم، 2 زنجیرک مونیم، یک کوک دیگه در پالوش مفیم. باز در قسمت رای های بعدی یک قسمت ها رو باین بافین. تشکر از حمایت های همیشگی شما. کسایی که الگو روان کردین و منتظر هستین صبور باشین. زودترین فرصت ویدیوهایشم را آماده مونم.